من این داستان رو از یه راننده تاکسی شنیدم که خودش برام تعریف کرد. میگفت 6 سال پیش بهترین دوستم رو توی یه تصادف از دست دادم. از اون روز شمارهاش توی گوشیم بود. ولی هیچ وقت پاکش نکردم. یه شب زمستون حدودای ساعت 12 داشت مسافر میبرد که گوشیش صدا داد. شمارهی دوستی بود که 6 ساله مرده بود. میگفت اول فکر کردم چشمهام اشتباه کرده. ولی گوشی دوباره زنگ زد. جواب که داد. هیچ صدایی نیومد. ترسیده بود. ماشینو کنار زد. 3 بار آلو گفت. ولی فقط همون صدای نفس بود. بعد تماس قطع شد. فرداش رفت سراغ خانوادهی دوسته. اونا گفتن گوشی اون مدت‌هاست سوخته و سیم کارتشم غیر فعاله. اما نکته عجیب، در تاریخچه تماسش نوشته بود تماس دریافتی از همون شماره. 6 سال و 1 روز بعد از تاریخ فوت. میگفت از اون شب به بعد فهمیدم بعضی آدم‌ها حتی وقتی میرن. شاید یه بار دیگه میخوان صدای ما رو بشنون.